خوش آمدین به افغانستان. سلامت باشید. ممنونم. دفعه اولتون است به افغانستان میین؟ نه دفعه اول نیستیم. خب چطور است مردم افغانستان، اخلاق و برخورد و رفتارش با شما؟ مردمان خوب، مهربان، رضانه‌ایم. فرهنگا یکیه. بله. زبان یکیه. زبان یکیه. دین یکیه. دین یکیه. برادر عزیزم، شما برنده یک عدد ایر کندیشن از طرف فروشگاه بزرگ آمو الکترونیک شده این؟ مقصد ما استاد شما رو ازار نفر ما همین استاد؟ خدا باشم از جانا و خاطر که بند شرکت هم میتون نیده. نه استاد گرامی، خواهش میکنیم، ما خاک پای استاد هستیم، گپی نیست، آزار از رخی ما نمی آید، در شأن ما آزار نیست که خدای نخواسته یک هموطن خدا آزار بدیم. بیننده های عزیز یوتیوب چینل لاروین مایک، سلام، وقت بخیر، خوش آمدید. اسحاق در خدمت شماست. امروز 3 اگست سال 2026 میلادی است. بعد از یک ماه اینجا آمدیم به فروشگاه بزرگ آمو الکترونیک. امروز یک برنامه ویژه است و ببینیم که از این برنامه ویژه کدام هموطن عزیز ما مستفید میشه. مزاری است، جوزجانی است، سریپولی است، فاریابی است. این هیچ کس هنوز هم نمیدانند و ما هم نمیدانیم. و یکی از کجا میبره؟ در این برنامه با ما باشید و یکی چی را میبره و را حتما شما در لابلای برنامه میبینید. از همتون خواهش میکنم که چینل ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را هم فشار بدهید تا از برنامه‌های جدید از شهر مولانای بلخی آگاه شوید. رفتیم با آمو الکترونیک. در ابتدای برنامه هم گفتم که جناب مبارک صاحب بدون دلیل ما را اینجا دعوت نمی کند و من مطمئن هستم که امروز حتما کدام خوشخبری به هموطنان عزیز ما دارد. هموطنان عزیز ما که اصلا در خواب و خیالش هم شاید این خوشخبری را ندیده باشه و شاید تجربه هم نکرده باشه و شاید هیچ وقت آمده زنگ هم نباشه. این که کدام هموطن عزیز ما هستند، بیاین دیگه امروز عملا در حضور شما برایشان زنگ بزنم. جناب مبارک صاحب، السلام علیکم. رحمت الله. خوب هستین؟ خوب هستین؟ خدمت سلامت. خیریتی؟ خوش آمدید. تشکر. بخیر هستین؟ سلام علیکم. خدمت هستین. خوب هستین؟ سلامت اند. خوب هستین؟ خیریتی است؟ مهربانی شد. پیش بیاین، ما شما دیگه میگم. بخیر هستین ان شاء الله؟ تشکر، سلامت زنده باشید. از ویدیوی اولتان خیلی مردم استقبال کردن، دیدن. سلامت. و این موضوع شما باعث ازش شد که دیگه دکانداری که در مزار شریف است اینمی کارا را پیش میبره، اونا هم تشویق شدن و عملا برنامه‌ای را گرفته و شاید بعد از شما یا پیش از شما شاید تا نشر کرده باشه و یا شاید نشر هم بکنه. این کارتون را من تحسین میکنم. سلامت باشید اسحاق صاحب، تشکر بسیار زیاد. قدم رنجه فرمودین، دوباره تشریف آوردین، خداوند صحتمندی نصیبتان کنه. یک سلام خصوصی دارم خدمت تمام دوستایی که از طریق یوتیوب چینلتان ما را تماشابین هستند. علیکم سلام. بسیار زیاد احترامات تقدیم میکنم و تشکر میکنم از تک تک دوستایی که ما را انتخاب کردن، آمو را به عنوان یک برند انتخاب کردن، به خریداری آمدن. سپاسگزاری میکنم از تک تک شما. خود کلمه آمو یک برند است. سلامت باشین، تشکر. زنده باشین، بزرگ بینیتان است. امروز مثل برنامه قبلی مطمئن هستم که کدام خانواده را شما خوش میسازین حتما. اسحاق صاحب، قسمی که در دفعه قبلی ما می ابتکار را انجام دادیم که در هر کودمان بله باید یک برنده داشته باشیم. کودی آخری 28000 بود یادم است. 27000 بود، 27999 اگر یادتان باشه. گفتم کودی برنده بعدی است. یک پای ایر کندیشن از کمپانی اسپید
خوش. که میسیز زمانت 3 سال دارد، دیسی اینورتر است، ولتاژ برقی ضعیف کار میکنه و در گرمی هم خوب است، خیلی خوب فعالیت داشته، در زمستان هم کار میکنه، 2 فصل است و مصرف برقش چطور است جناب مبارک؟ دو قسمت هم میرسیم. خوش. اصلیش کیار کود، کیار کودای خود کمپانی ببینید. بله بله. یعنی او را دیگه دوستایی که میخواه اصلی رکت مالای تقلبی تشخیص بده، بله. در قدم اول با کیار کود متوجه باشن، دقیقاً. میتونن تشخیص بدن. بله. ضمن مصرفش نسبت به ایسیای ساده تقریبا نصف است، نصف تفاوت داره. جناب ساغزای سیب گرامی، قسمی که پیشتر هم ذکر کردم، بله. ایر کندیشن های اسپید 18000 و 12000 شا فعلا ما موجود داریم. بله. 3 سال خدمات پس از فروش داره. دیسی اینورتر است بله. که در ولتاژ برق 150 کار میکنه خوش. و خواص فرش کولینگ، تازه ساز هوا داره. بله. توربوی بسیار قوی داره. خوش. انرژی سیوینگ داره و لو نویز کاملا بی صداست. بله. و نقطه اساسی دیگه چیزی که قبلا ما فروش داشتیم به $370، دوستا همه در جریان قرار دارن. خوش. $370 ما کم فروش نمی کردیم، ولی فعلا به لحاظ از اینکه ما به طرف سیزن خلاصیش قرار داریم، از 5 آگوست که نشر برنامه تان شروع میشه، بله. الا ختم آگوست دوستایی که خریداری میکنن به $330 خدمات نصب رایگان، انتقال رایگان، براکت، همه چیزش در دوش ماست. از 5 آگوست تا آخر آگوست. نورس شیغاری. نورس غواری. به به. خب امروز پلان چی است؟ امروز در امو کود 2 روز پیش خوشبختانه کسی برنده امو کود شده 27999، ولی دیروز ما کار داشتم زنگ نزدیم. این بار یک ابتکار جدیدتر انجام دادیم که با آمدن سرپرایز نکنیم، طرف خریداری خود انجام بده برای به خانه خود، بعدش در حضور داشت مدیا و در حضور داشت شما زنگ بزنیم. طرف سوال میکنیم که تو چی خریدی؟ آیا بیل در دسترست قرار داره؟ از آمو چیزی خریداری کردی؟ بعدش شما بیننده هستین که میبینین چی اتفاق میفته. بله. خب چه خوب است دوستا رو بگین هدایت بدین زنگ بزنن نفره. امی کودی 27999 را شمارش است. ما اسحاقزای سیب گرامی هر دوستی که از آمو خریداری میکنه شاید از طریق یوتیوب چینل تون تماشابین بستن، مطمئن هستم شماره تلفنشون، همراه آدرسشون درج سیستم میسازیم. یک ابتکار است، درج سیستم میکنیم که این 2 خوبی داره. خوبی اولش ما براتون گفته بودیم قرعه‌کشی ما هود داریم. بله. 15 هود قرعه‌کشی است بدون واقعه الهی ان شاء الله. او 30 نفر امتیاز که برخوردار میشن او در قرعه‌کشی کلی است. ولی ابتکار که در کد بیل است، کد 27000، کد 28000، کد 29000، کد 30000 همین رقم ما کد میتیم. اونو برای کسایی نصیب میشه که خوش شانس هستند. شما در برنامه اول برای ما نگفتین اگر ما یک چیز از شما میخریدم که ما در جمع کدام میامدم. خوشبختانه تنها کسی که زیاد اساس از ارتباط حفظ و رازداری کد خودم هستم و با بچه‌ها هدایت دادگیستم که باید کد بیرونی نشه. هر کس بیل میخره همون بیلش ببینه. جالبش اینجا جناب مبارک او برنامه را که نشر کردم خیشاب کلشون یک رقم سر ما آسی است، ولی وقتی که شما دیدین که همین تو برنامه است همین لحظه چرا ما را سنگ نزدین که همین یخچال نصیب ما میشد؟ ما نه کلشون کود بود دیگه، ما چی میفهمیم کدامش پره. اسحاقزای به همین اساس ما خواستیم یک ابتکار جدید بکنیم که 2 روز معطلی به وجود آمد، نفر طرف بیل برد، هیچ آوازه هیچ سخنی نشد که کی برنده است کی نیست. امروز در حالت غافلگیر کننده برش زنگ می‌زنیم که تو برنده هستی. یک ابتکار است و در مرحله بعدی شاید قسم دیگه برنامه بریزیم که رفت میمونیم. بله. این حالی با تقلید نکنه دوستان. این حالا جناب مبارک این نفر را که شما زنگ بزنین دیگه اگر در مزار شریف نباشه دیگه ولایت باشه باز چطور میکنید؟ اگر احیانا طرف در مزار شریف تشریف نداشت ما یک نفر معرفی بکنه یا بله از قوم خیش برادرش کسی از نزدیکایش معرفت بوده به حضور داشت مدیا ما برای او تسلیم میکنیم ان شاء الله منکر شده نمیتونه. بفرمایید خیر زنگ بزنید به شماره. عزیز تماما شما بلای ما پیش بیا همکار آدرس گرفته میشن. خوش بیا تو میده پیش بیا. یعنی کلا بلای ما کس به شکل آدرس و شماره تماس میگیریم. بله ببینید مکمل بله خریداری شده بالاش میبینیم کلا این دار بتن به شروع کامera اینه تو من بنویسم این حال چه رقم زنگ میزنین شما؟ پیدا قسمت آخرش زنگ میزنین؟ همون کد 27999 تماما بلای ما داره. ببینید بله به شماره زنگ بزن. باندم قسمت آخر است اجازه
بیا چی این برادر خوشبخت ما به نام خالد پروژه خالد انجینر خالد هستی؟ بله پروژه خالد بن ولید. شماره تلفن یک دانه چاینک برقی 8 لیتره چند 1000 افغانی، یک دانه چاینک 8 لیتری خریداری کردم. بسیار جالب است. شماره شما بگین؟ 791 555 249. تلفنش خاموش نباشه. توکل به خدا که خاموش بود دیگه میمونیم باز ببر باید برشون داده شو. او خو ما در قرعه کشی که قبلا انجام داده بودیم 15 نفر برنده داشتیم در سال 1403. تعداد دوستا خاموش بود ولی ما نگاه کردیم امانت بعدش که فعال شد از طریق فیسبوک ما را دید آمد تحفه خود تسلیم شد. خب امروز برای یک نفر تحفه میتونی یا برای دو نفر؟ تنها یک نفر. همین کد 27999 چرا براشون میتونی؟ یک دونه ایر کندیشن 12000 اسپید تحفه داده میشه برشون. خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ سلام علیکم. خوش آمدین. همین شماره؟ ها. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام برادر عزیزم، خوب هستین؟ صحتتان خوب؟ بخیر صحتمند؟ سلامت بخیر باشین. انجینر تیپ خالد هستین؟ عمل کنین جان. خواهش میکنیم همه چیزی از فروشگاه بزرگ یامو خریداری شما کرده بودین یا نکرده بودین؟ دمی ما؟ بله همین چند روزی دمی هفته دمی ما. فکر کنم همون زیاد دانه چی ما خریدیم همونجا چایگر برقی. خواه همین کد نمبری بلتان پیشتانه است؟ بله من در موتر هستم، موترم بیرون استاد هست. خدا اگه زنگ بزنیم من پیش موتر میرم. امیر خیر چیز زودتر از خیر سرتان کدی بلتان و ما بگین. سریع از این من خیلی میرم در موتر دیگه من در موتر هست. خواه سریع بوده زمانم میرم یک دو دفعه باز زنگ بزنم. درست است انشاءالله درست است. من نفر هیجانی شد. ما گفته بودیم به تمام مشتریایی که از ما خریداری کردن بله. ما به تمامشون میگیم که دوستا بیل ما را گم نکنین. بیل ما را با خود سیف داشته باشین و از گارانتی کارت قانونی برخوردار هستین. ضمن از این تو خوششانس از خوششانس هم برخوردار بشین. طرف چی یک رقم چی شده؟ اول گفت 20 دقیقه دوستای مسئله رو فکر میکنم که احساس کرد نه گفت 2 دقیقه بعد بر 15 دقیقه منتظر از هستم که زنگ ای وطندار رزومه که در پروژه خالد است بیا. انجینر خالد هم نامش است نه؟ نامش خالد پروژه خالد بن ولید. الحمدلله بیشتر مشتریایی که خریداری میکنن مشتریای تکراری هستند. کمتر ما مشتری داریم که جدید باشه. بیشترین مشتریای ما تکراری است. یا وسیله آدرس میاین یا وسیله بافت اجتماعی که یکی پای دیگه هدایت میتن که برین دامو همین قسمی می الحمدلله. خواهش میکنیم هم بیل نمبرتون رو پیدا کردین محترم؟ بله پیدا کردم یک نمبر دارم 27 چی هست محترم؟ خواه؟ همین نمبر دیگه نیست. خواه چی هست در بیلتون چی خریداری کردین؟ یک برقی از 8 لیتر. خواه؟ بله دیگه همون 1000 افغانی خریدیم. تاریخ خریدیم. خواه تاریخی 405/5/10 دو روز پیش. بله. بسیار خوب. شما فعلا کجا تشریف دارین برادر عزیزم؟ من در پیش کفایت هم میدیم. خواه برادر عزیزم شما برنده یک عدد ایر کندیشن از طرف فروشگاه بزرگ یامو الکترونیک شده این؟ مقصد ما استاد هستم من ارزار نشم ها همین استاد؟ خدا باشم از جانا و خاطر که من شرکت هم میتون نه استاد گرامی خواهش میکنیم ما خاک پای استاد هستیم گپی نیست آزار از رخی ما نمیآید در شأن ما آزار نیست که خدای نخواسته یک هموطن خدا آزار بتیم یک همشهری خدا آزار بتیم. زنده باشین. حتما شما مستحق همی بودین که شما دمی جایزه برنده شدین. الله پاک امیر در خیرتان حتما ساخته دیگه. استاد بزرگوار همین لحظه با فروشگاه بزرگ یامو الکترونیک دروازه بلخ تشریف بیارین همین جایزه تانه از آن خود بکنین انشاءالله. درست است استاد عزیزم بسیار ببخشین. خدا حافظم. اسحاق زی بگرامی یک نقطه بسیار زیاد مایوس کننده را اشاره کرد. پیش بین شما و جناب مبارز واقعا متوجه دوستا هم بودند. بله شما بفرمایید. بسیار یک نقطه مایوس کننده را برادر ما اشاره کرد که
از همین زنگای مختلف خسته شدیم. من یک استاد هستم، با خواهشان آزارم نتین. امی حقیقت داره نداره؟ اگر حقیقت نمیداشت و چرا تو گپ میزد؟ بسیار مایوس کننده بود. ما زنگ زدیم به حضور داشت ساغزی صاحب که برادر شما برنده شدین. میگه من استاد هستم، مرا آزار نتین. دیگه چند دقیقه بعد بخیر جناب مبارک صاحب وینی رو برشان تسلیم میکنن. دوستای عزیز بیاین که توپ رو براتون نشون میدم. مبارک صاحب تو کارا میکنه. ما که ما هستم یکی از دوستای نزدیک هستم، به خدا ما را خبر نمیکنه. به خاطر اگر این کار خبر شوه، اگر این کار پروسه همگانی شوه، به معنای عزیز پروسه نیست. بله. باید تا دقیق رازدار باشی، محفوظ نگاه کنین. تو چند 9000 است 12000 است چند است؟ این 12000 بیتیوس قسمی که اینجا ذکر شده اینی تنیش است. باش. همین کد نمبری که عرض کرد خدمتتون این دوستای 27999. بله. ایر کندیشن نوعیتی که برای دوستان نشان دادیم امیز. خب بفرمایید جناب مبارک صاحب. یک پا ایر کندیشن نوعیت اسپید با امی دیزاینی که طرح شده در اینجا قرار داره. امی چیز داخل گل زده با کد نمبر 27999 براندیش است که شما انشاءالله شاهدش هستین. بله استاد محترم ما که از بله. ما و از رسانه و از کاوره ما و از مایک ما اصلا خبر ندارن و دیدیم با چه مایوس کننده گفتن که ما را آزار نتین. یک موضوع ساده نیست، یک موضوع بسیار بزرگی است و امیدوار هستم که کسایی که این کار میکنن این موضوع را ساده مد نظر نگیرن. بله 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 خواهشان کوشش کنن به توانشان یک تا دو تا سه تا امور اندازه‌ای بگن که در توانشان میآیند. نه ای که خدای ناخواسته بگه ما در یک ماه 30 دانه در یک ماه 50 دانه، در حالی که امو از ودش نمیآید. یا ای که بگن ما تخفیف 20% 25% یک گپی است که هم مسلکاشون بشنوه یک تمسخر میکنه برای خودشان. کوشش کنن. بله من میدونم که یخچال چند درصد نفع داره، 10% 8% و از 10% خود 5% تیر میشیم یا 7% تیر میشیم او میتونیم. جناب مبارک صاحب شما که زمانی که 20% مثلا تخفیف میتین این خبری مردم سوال حق میشه شما که 20% تخفیف میتین خشمایی رو چند میفروشین؟ بالکل بالکل یعنی بالکل اشتباه است. مثلا یک چیزی که شما 300 دلار میگین بره مثلا شما میگین که با مثلا 20% اگر بتین مثلا می با 170 یا 180 خب این معنی شما حتما دیگه اون 200 دلار خریدین یا 180 خریدین. از یک کسی 100 دلار فایده میگیری این خب باز نمیشه. بالکل ما به می عقیده هستیم که ما یک حد نرمال بگیرین، هم مشتری راضی، هم خدا راضی، هم خودت هم وجدانت هم آرام میشه. ما منتظر استاد هستیم به مجرد که امی استاد برادر عزیز ما از امی دروازه داخل شود تصویرش میگیریم میبینیم که مستقیم در حضور داشته شما و جناب مبارک صاحب اینمی سیر دیگه برشان تسلیم میکنیم. با ما باشید. دوستای عزیز برادر عزیز ما را که ما در پیشروی شما زنگ زدیم و باور نمیکردن خوشبختانه آمدن. بین محترم بین. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ خیراتی است؟ سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند. مبارکتون باشه استاد. سلامت. بیشتر براتون زنگ آمده بود؟ بله زنگ آمده بود. ما در ثبت برنامه بودیم کامرا بود با شما گفتن که ما را آزار نتیم. هیچ باور نمیکردیم. نه من باور نمیکردم. با وجود ما مشتری هستم خب از دیگه جایی هم تو زنگا میومد با دیگه که مثلا بعضی گپا دروغ می باشه خاطر ما گفتم که باشه آزار نتن چون ما استاد هستم در پانتون خاطر از ما گفتم که آزار نتا باز می صدای ما رو ثبت کنه 2000 دیگه اینم یک استاد پانتون تونم آزار دادیم باز من یک معذرت خواهی کردم گفتم آزار ما رو نتی. با دیدن این توفه احساس میکنید که هنوزم شما را آزار میته؟ والا نه دیگه این شماره بل من خود دینمی زدگی است. بیا بشیر جان بیا. بیا. کو شماره بلتان اینه. دوستای عزیز 27999 و اینه 27999 دیگه. جناب استاد نام شما انجینر خالد؟ بله انجینر خالد محمدی هستم. من رئیس پانزده انجینری پانتون نخبگان هستم و دیگه یک کم کارا. شما افتخار ما هستید. سلامت بخیر. فرزندان وطن تدریس میکنید. با شما خوشبختم هستید. سال 1390 تا حال ما مسئول تدریس میگم. افتخار ما هستید. سلامت. خوشبختم هستند. اشتباه نکنم استاد یخچال از ما خریده بودن. داشتم گرفته بودن فکر کنم تمام وسایل برقی که در خانه است از همین جهت دیگه. ولی اینا حق مسلمشون میدن. مشتریای سابقه ما اینا از دست و دکان نه فوج مشتری طرف بودیم. بازی داره انتقال. جناب ارزش اینمی چقدر است؟ ارزشش $400 با خدمات نصب و براکت و انتقال و همین مسائل است. کالی جناب استاد برنده شده با احترام استادیشون ما تنها خود ایره میدادیم. آن نصبم که انجینر سے طلب کردم در حضور داشتن نصبم رایگان است، براکتم رایگان، انتقالم رایگان است برشان. تماما از طرف خود به ذمه میگیریم.
دوستای عزیز دیگه هر کسی که آمور انتخاب میکنن بدون دلیل انتخاب نمیکنه. شاید در ذهن استاد هم اصلا این موضوع نبود، با اینکه استاد مشتری دائمی ایشان هستند. دیگه مبارکتان باشه همراه شیرینی. بخیر باش، مشکل نداره. شیرینی شدم کامرامن میگه که بسیار یک بچه زحمت کش است. سلامت. ما کار نداریم. دیگه معمولا ما با وجود که در روبروی کامرا هستیم و دوستا که یگان شیرینی میگیریم دعوای 100 نوشابه میگیریم. باز میگن که نقص دارم، ما میگم خیر به هر صورت، یعنی یک دونه نوشابه مانستر هم تو بدل نوشابه. به مانستر خوردنش چی داره؟ ضرر داره. برای از اون مانستر نمیخوره، ما هم نمیخورم. برای یک چیز دیگه باز بتین. قدشان جور بیان جناب. شما که با شاگردا جور میین، با کامرامن ما خود جور میین. مبارکتان باشه. بخیر باشه. استاد بزرگوار است، محترم است. بله احترام دارم. واقعا همون قسمی که دفعه قبلی برادر ما از لنگرخانه برنده شدن یک پای یخچال ارزش $1350 بله. تختپل بودن. بله تختپل بود. برنده شدن، واقعا مستحقش بودن. بله. و امروز افتخار میکنم که بازم استاد از مشتریای ما، مشتریای خاص دکان برنده شدن. بسیار خوش شدم، بسیار زیاد تبریک باشه و ان شاء الله که جای درست افغانی جناب مبارک سبینا یک چیزی که ارزش $400 است میبره اگر که نشه. بعضی وقتا در رخمون مشتری ها میکشه، میگه ده 1000 2000 3000 نه ما 1000 میبینیم. میگیم برادر در اینجا یک تا کتل آبجوشان که ارزشش 500 افغانی است، همون هم میخری با بیل بگی کد نمبر پیش تیپس کو، ممکن برنده بعدی تو باشی. این موضوع را باز تاکید کو کسانی که بیل نگاه نمیکنن جناب مبارک. دوستا و مشتریایی که از آمو خریداری میکنن خواهشان بیل ما را پیشتون ثبت بکنین. ما قرعه‌کشی بعدیمون در ماه هوت است ان شاء الله. در لابلایی که تا ماه هوت قرار داریم یک قرعه‌کشی دیگه هم برای خوششانس هست که در کود 28000 ماست. یک دانه ماشین فول اتومات کیوبی اسپید ارزش از او $550 آمریکایی است. و بدون بیل برای شما داده نمیشه. بیل حتما ثبت بکنین و کد نمبر بیلتون متوجه باشین. ممکن 10 روز، ممکن 20 روز، ممکن یک ماه بعد برنده شما باشین. بله. در انتخاب جنس دقیق باشین. یک کتل آبجوشان که ارزشش 500 افغانی است میخرین، ممکن با همون 500 افغانی شما $550 ببرین. بله مبارکتان باشه جناب استاد. بخیر باشین. سلامت باشین. بخیر. اگر تو موقع عین از کرونا بود، در کرونا و اینا سیستم آنلاین داشتن، از اون زمان ما خریداری میکردیم. مشتری موفقشان هستین. عین زمان کرونا. استاد در کدام منطقه میشینن؟ ما پروژه خالد. پروژه خالد دینی ولید. بله وجود بیل نوشته شده. دیگه شما انجینر اسحاق زی بگرامی خوش براکت استان ایر کندیشن سلایده فروخته میشه که ما با احترام استادشان گفتم از طرف خود میتم و نصبش هم جناب انجینر سیبامین بخش مسلکی ما در بخش نصب ایسی. چند سال عمر شما است؟ الحمدلله 14مین سال شد. امین جان 14 سال است که کتی ما فعالیت دارن و دوستایی که از ما ایسی خریدن با شخصیتشان معرفت دارن ان شاء الله. خب پس به این من از شما قرار است که همین لحظه اینا را روان بکنیم. همین لحظه خودتان اگر تشریف فرما میشین که دوستمان برین نصب کنن. چرا نه 1000 دفعه نصب کنن. بفرمایید. دوستان متوجه باشن ان شاء الله. جناب انجینر صاحب بفرمایید. ما میریم ایرا بار میکنیم و به خانه استاد گرامی آنجا عملا نصبش برای شما به تصویر میکشیم. دوباره اینجا در خدمت شما قرار
از فروشگاه بزرگ آمو الکترونیک یک تشکری ویژه میکنم که به خاطر ادای مسئولیت حتی به خانواده مشتریشان هم میروند. شما در تصویر دیدین که جناب انجینر صاحب امین آمدن خوشبختانه برای استاد گرانقدر ایسیشان رو بند کردن. دیگه جناب استاد بازم دیگه از صمیم قلب برای شما مبارکباد میگویم و در آینده اگر میخواستین که چیز از آمو الکترونیک خریداری بکنین حتما مثل که بیلش این دفعه نگاه کرده بودین، دفعه بعدی مطمئن هستم که خوبتر نگاه میکنین. سلام علیکم، خوشبخت هستیم امروز که فروشگاه آمو الکترونیک ما را در بخش قرعه کشی شامل ساختن و ما امروز مستفید از ایسیشان شدیم و ازشان تشکری میکنیم. و ما حدودا 10 سال 12 سال ما مشتری آمو الکترونیک هستم. تمام وسایلش شما داخل خانه ما میبینید. یخچال هایر در تمام افغانستان فکر کنم که نمایندگیشان فقط مربوط از اینا میشه، همونجا هستن. و دیگه همه وسایل برقی ما امیال در داخل خانه شما ببینید، وسایل برقی و بدون برقی گازی ما از فروشگاه آمو الکترونیک است و ما از اونا خیلی مثلا خوشحال شدم که کارشان کار واقعی است. واقعیت همین قرعه کشیشان قرعه کشی واقعی است. اگرچه که گفتم من چندین بار از اونا گفتم وقتی قرعه کشی میکنه مرا شامل قرعه کشی بسازه و گفتن که هم اگه شامل قرعه کشی از ما هیچ باور نمیکردم. امروز داخل شهر به خاطر این طفلا رفتم که یک کتابچه و قلم میگه بگیریم، مکتب دوباره آغاز شده بود. بله ما غافلگیر شدم، با من زنگ زدن گفتم اینا کسی دیگه نباشن و بالای ما کدام مثلا چیزی نکنن. خب بازم تشکری میکنیم ازشان و از شما هم تشکری که زحمت کشید. آمد از انجینر صاحب تشکر میکنیم که آمدن زحمت کشیدن و خیلی ما از اونها خوشحال هستیم. بسیار تشکر. جناب انجینر این خانه رو خود سرد نگاه بله بله فوق العاده. این کولر تا 6 درصد فوق العاده که اسپید سرد میکنه. اینا هم از کمپانی خودشان است که تمام خودشان آورده ایده. بله بسیار زیاد تشکر. بازم مبارک باشه. از زحمتتان ببخشید. بخیر باشید. با ما باشید. پس میریم به آمو الکترونیک. از جناب مبارک صاحب یک تشکری ویژه میکنم. دوستای عزیز شما دیدید ما به خانه استاد بزرگوار رفتیم امروی انجینر صاحب امین و ایسیشان را در گرمی مزار شریف برشان نصب کردیم. یکی اونا چقدر خوش بودن و اعضای فامیلشان دیگه ما اونجا دیدیم. دیگه حالا قرار است یک بله که یک ماه بعد بخیر اعلان می شود ای که مربوط کدام هموطن عزیز ما میشه و او جایزه کدام جایزه خواهد بود. از جناب مبارک صاحب میشنم. مبارک صاحب بازم سلام تقدیم میکنم خدمت تمام دوستایی که از طریق یوتیوب چینل شما ما رو تماشا میکنن. تشکری بسیار زیاد میکنم از شما. زحمت کشیدین، با دوستی ما رفتین. کسی که برنده شده بود بله خانهشان همراهشان رفتین. تشکری بسیار زیاد. بله دیگه امیدوار هستم که دوستا در قرعه کشی بعدی یا خوش شانسی بعدی یکی از دوستای دیگه ما قرار بگیره. ما ممتن این دفعه یک چیز میگیریم ولو که ورزشی 500 میشه 300 میشه. ما در خدمت. از 100 افغانی شروع است مقصد. ما در خدمت. توکل به خدا. ما خب بازم یک بار دیگه یاد میکنیم که یکی خوش شانس داریم بر اساس کد نمبر بیل و یکی ما قرعه کشی داریم. قرعه کشی ما نمیگذاریم به ماه هوت بخیر که شاید 15 هوت شاید هم 17 هوت شوه که او دو 30 نفر انشالله برنده داریم. 30 نفر. مبارک کسایی که دیگه 28000 نفر مثلا از شما جنس خریدار از بین از اونها دو بیل است. بله بله مجموعه اونا خو کسایی هستن که در قرعه مجموعی میرن. ولی استاد برنده شد. بله بله دمی ماه هوت امی استاد هم است. شاید باشه به خاطر از اینکه مکمل 60 نفری که داریم از بیل 18000 هستن. ها قرعه کشی که صورت میگیره در 30 نفر کسی که از او امتیاز برخوردار میشه از کد نمبر 18000 شروع میشه. هر کسی که کد نمبرشان 18001 18002 18003 تا همین 28000 که فی الحال ما شما قرار داریم. بله. تا همین است ان شاء الله بعد از اینم شامل میشه. تا ماه هوت چند تایی که میشه. چی دارین انجینر صاحب برای ماه بعدی بخیر چی دارین برای با ماه بعدی نه شاید 10 روز بعد شاید 15 روز بعد شاید 20 روز بعد. اینا کد نمبر بیل بعدی ما میشه با 28999. یک دانه ماشین فول اتومات داریم که کمپانی کیوب اسپید است. بشیر جان میتونین بشیر عزیز از نزدیک زوم کنین کیار کد شبیه که بیا اینه با دوستان نشان بتین.
این از نیست جایزه؟ جایزه این است که ارزششان تقریبا 500 چند دلار است. نصیب ما بکن. دوستان عزیز دعا بکنید که نمی خداوند نصیب ما بسازه ایره. و این اشد ضرورت داریم این کمپانی قسمی که پیشتر براتون ذکر کردم ایر کندیشنرش براتون نشان دادم اسپید بله. یک کیو آر کد داره بله. از استاندارد بین المللی برخوردار است و از ضمن از انورتر بی ال دی سی داره. خوش 10 سال ضمانتنامه 10 سال ضمانتنامه از شرکت ما برخوردار است انشالله. خوش. و دارای 16 آپشن است. آپشناش هم میتونین هر کدامش تک تک دانش وقتگیر است که معرفی بله، کنیم. بله، بله، بله. انشالله دوستایی که مستفید شدن باز معرفی کامل برشان میکنیم. بله، بله. ضمن مسئله یک ویژگی که در این ماشین اتومات است نسبت به دیگر ماشینا کلین ببل است که لکبر داره. یک لباس یگان لکه است بله مثلا. بله زیادتر دوستا شکایت دارن که ماشین اتومات لکه را پاک نمیکنه ولی این را ما به مو قسمی طرح کردیم یا عیارش ساختیم بله. که مواد کاملا مخلوط میکنه کلور لکش پاک میکنه و کاملا بی صداست اصلا صدا نداره احساس میکنی خاموش است. مصرف برقش خوب چیز اشاره کردین. اینجا کلان نوشته شده که انورتر بی ال دی سی موتور آها این اینجاست بله. یعنی مصرفش نسبت به اتوماتیکای 2020 و 2019 و 18 و اینا کاملا نصف است. 10 سال وارنتی. بله بله 10 سال گارانتی کارت قانونی برخوردار هستند. دوستان عزیز اگر شما خود تجربه کرده باشین خوش چانس بوده باشین در دیگر جای پس بیاین در امور الکترونیک هم چانس خود را آزمایش بکنید. نفر بعدی که این میره صاحبش بشه شاید شما باشین. شما که این از ما را میبینید چی از افغانستان چی از بیرون از افغانستان و بشیر جان هم اشاره میکنه میگه شاید نباشه کاش که نصیب خودت شود دیگه برای کس پیش بینی دوستا همین لحظه ای که ما شما صحبت داریم برنامه ساخته رئیس جناب ساغزای صاحب از این لحظه شروع است که فعلا بیلمون 28007 بیل است یا 28008 بیل است که از همین لحظه بله چند بیل تیر شد ماشاءالله ماشاءالله باز خداری میگه انشالله که شاید 10 روز شاید 15 روز روز ضربر بگیره منتظر باشید. شما خودتون فول اتومات بتون ماشینانه بله بله اونا ایران تا زورش دوون نمیرسن اینا بس بیچاره چی کنن مگه اونا با ماشین ضرورت ندارن؟ ساغزای صاحب گرامی از اینکه تعداد دوستای ما توانمندیشان در ماشین فول اتومات نیست بله مایوس نشوند ولی ما جنسی را پیشنهاد میتیم برشان که از اینکه مالای معمولی را در بازار خریداری کنن خوبتر کار کنه با یک قیمت مناسب بهترین جنس باشه که هم دارای ضمانت و هم از نگاه کارایی چیزا شما اطمینان میده. بفرمایید. همین خونه است؟ بله بله این کمپانی اسپید است. خب این از او کمپانی کمپانی بله از همون کمپانی که ماشین فول اتومات داره، ایر کندیشن داره، فریزر داره. همچنان چیلر و یخچال و چیزا داره مجموعه. ماشین لباسشوییش است به نام کیوبی اسپید مدل 2200 کاملا قیمت مناسب در حد 9000 و چند صد افغانی میآید. این سایزش که برای فامیلای 8 نفری است. خب این ماشین خوشکنشه؟ بله جناب ساغزای صاحب اینجا شویندهش است که بله. میتونن 3 جور کالا را شستشو بکنن و 2 جور کالا را خشک کنن و خوشبختانه در روزی برابر شدیم که مسئول تولیدی همین شرکت که شرکت پاکشما در ایران است امروز مهمان ما هستند. از روی تصادف به چکر آمدن و دیدن از مارکت افغانستان خوشبختانه با اونا شما سر خوردین. ایشان از ایران تشریف آوردن باز یک کامل. جناب بشیر جان مهمان عزیز ما که از جمهوری اسلامی ایران آمده میشه اونا رو تصویرشان نشان بدین که اینا مالکی هستند؟ بله مالک این کمپانی است که به نام پاکشما، توسیوا، جنرال و چند کمپانی را تولیدات چند سلام علیکم. خسته نباشین. خوب هستین؟ خیراتی است؟ بیاین جناب مبارز شما میتره بیاین. خوش آمدین به افغانستان. سلامت باشید ممنونم. دفعه اولتون است به افغانستان میین؟ نه دفعه اول نیست. خب چطور است مردم افغانستان اخلاق و برخورد و رفتارش با شما؟ مردمان خوب مهربان نعیم فرهنگا یکیه. بله زبان یکیه. زبان یکیه. دین یکیه. دین یکیه. خیلی فرقی نیست انگار ایران اینجا.
مبارز صاحب خودش شناسین دیگه. بله خدمت شما. همکارشان هستیم. و نام خدا بسیار مهارت دارن. آفرین نشان. صد آفرین شما. سلامت باشین. جنس شما که در افغانستان در مزار شریف فروخته میشه از برکت استعداد و توانایی ایشان است. سلامت بله. باشین. تشکر. دوست دارن ایشون. ما تولید کننده لوازم خانگی هستیم، تقریبا بزرگترینیم تو خاورمیانه. کالاهای بزرگ لوازم خانگی رو همه مدلش رو تولید داریم، از یخچال، ایر کاندیشنر، حالا ماشینای لباسشویی چه اتوماتیک چه نیمه اتوماتیک ها تو این طبق. همه مدلش رو تولید داریم، به خیلی کشورها هم صادرات داریم، به 7-8 کشور صادرات داریم، یکیش هم افغانستانه و باعث خوشبختی که من اینجا کنار شما هستم. و ما امروز خوشبخت هستیم که شما رو در برنامه داریم با هم. باشید، ممنونم. خوش آمدید به افغانستان. ممنونم. فرمانتان سلامت باشید. بخیر باشین. از روی تصادف جناب اسحاقزی صاحب رئیس شرکت مناجی محمد نعیم قاسمی از کابل تشریف آوردن و حاجی صاحب محمد نعیم قاسمی از کابل تشریف آوردن، رئیس شرکت برادران قاسمی و شما رو جناب رئیس صاحب خوش آمدید میگویم. خوش آمدید. بخیر و باشید. تشکر. ضمن حاجی صاحب ناصر نظری رئیس شرکت نظری و حاجی صاحب رامیش نظری معاون شرکتشان شما رو به مزار شریف خوش آمدید میگیم. خوش آمدید. مهمانای ما تشریف آوردن. چی عجب است که با می روزی که برنامه را گرفتیم میهمان از ویژه روی تصادف ولی خیر مبارک صاحب، ما و شما برنامه رو زود به اتمام برسانیم که دوستا را به شکر و صحت یک جای باید ببرین. بالکل حق دارن که باید شکر بتیم. بله. ما در همینجا با مبارک صاحب خداحافظی میکنیم چون دو میهمانای ویژه دارن و بعد در بیل بعدی حتما در خدمت شما قرار میگیریم. بسیار سلامت باشین. تشکر. بخیر. زنده باشین. سلامت. سلامت. از همه شما یک تشکری ویژه میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با ما بدین. واقعا یکی از بهترین برنامه را با فروشگاه بزرگ آمو الکترونیک داشتیم. اگر شما هم میخواین که خوششانس شوین پس دو کار اساسی را انجام بدین. اول از اینجا خرید بکنین با بیل، دوم بیلتان مثل اطلاعتان چگونه نگاه میکنین. بیلتان هم نگاه بکنین که بدون بیل اگر شما تا برنده هم شوین برای شما آن جایزه که تعیین کرده داده نمیشود. تا برنامه فردا که اسحاقزی در خدمت شما قرار میگیره، همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.